Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies au président de la République islamique d'Iran, son Excellence M. Mahmoud Ahmadinejad, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام و الصلاة علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. رئیس محترم، هیئت‌های محترم نمایندگی، خانم‌ها و آقایان، از اینکه توانستم بار دیگر در این مجمع مهم جهانی شرکت کنم خوشحالم و خدای بزرگ را سپاسگزارم. در فضای پر التهاب کنونی و غلبه فریادها، تهدیدها و تنشها و در دورانی که تدابیر قدرت‌های بزرگ از حل مشکلات ناتوان، عدم اعتماد در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روزافزون و امنیت روانی جوامع تحت هجوم سنگین طراحی‌های تبلیغاتی و سیاسی مخدوش و ناامیدی از اثربخشی سیاست‌ها و اقدامات سازمان‌های بین‌المللی در برقراری صلح و امنیت پایدار و صیانت از حقوق ملت‌ها رو به گسترش است، قصد دارم به برخی چالش‌های مهم و اصلی جهان امروز و علل و ریشه‌های آن اشاره کنم و راه‌های برون رفت را بررسی نمایم. از ضرورت اصلاح وضع موجود و چشمانداز امیدبخش و روشن آینده، دوران تجلی همه زیبایی‌ها، عشق‌ها و کرامت‌ها، برپایی عدالت و شکوفایی همه استعدادهای الهی انسان و حاکمیت خداپرستی و تحقق وعده خداوند حکیم با شما سخن بگویم. سپس موضوع هسته‌ای ایران را به عنوان یک واقعیت و آزمایشگاه سنجش صداقت‌ها و کارآمدی‌ها و ایستادگی‌ها و پیروزی‌ها در معرض قضاوت شما قرار دهم و در پایان پیشنهادات خود را ارائه کنم. دوستان و همکاران گرامی، می‌دانید که بشریت امروز با چالش‌های مهم، متعدد و متنوعی مواجه است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم. 1. تلاش سازمان یافته برای فروپاشی خانواده و کاهش منزلت زن. خانواده مقدسترین و با ارزشترین بنیاد انسانی است که به منزله کانون پاکترین عشق‌ها و محبت متقابل مادران، پدران و فرزندان و محیط امن برای تربیت نسل‌های بشری و بستر شکوفایی عاطفه‌ها و استعدادها همواره مورد احترام همه اقوام و ادیان و فرهنگ‌ها بوده است. امروز شاهد یک هجمه سازمان یافته از ناحیه دشمنان انسانیت و چپاولگران اقتصادی برای فروپاشی این نهاد اصیل هستیم که با ترویج لاابالیگری و خشونت و شکستن حریم‌های عفت و پاکدامنی در صدد انجام آن هستند. وجود ارزشمند زن به عنوان مظهر جمال الهی و نقطه جوشش محبت، عاطفه و پاکی در دهه‌های اخیر دستخوش سوء استفاده گسترده اصحاب قدرت، رسانه و ثروت شده است. در برخی از جوامع این وجود عزیز را در حد ابزار تبلیغاتی
ساقط کرده اند و همه پرده های عفت و حریم زیبایی ها و پاکی ها را شکستند. این یک خیانت بزرگ به جامعه بشری و نسل های متوالی و ضربه جبران ناپذیر به پایه انسجام اجتماعی یعنی خانواده است. 2. نقض گسترده حقوق بشر، توسعه تروریسم و اشغالگری. امروز متاسفانه حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها به ویژه از ناحیه مدعیان انحصاری آن مورد تعرض قرار می‌گیرد. برپایی زندان‌های مخفی، ربایش افراد و محاکمه و مجازات مخفیانه و بدون رعایت معیارهای دادرسی، شنود گسترده مکالمات، بازگشایی نامه‌ها و احضارهای مکرر به مراکز پلیسی و امنیتی به امری عادی بدل شده است. با اعلام نظر دانشمندان و مورخان در موضوعات مهم جهانی و تاریخی مخالفت و آنان را محاکمه و زندانی می‌کنند. به بهانه‌های گوناگون کشورها را اشغال و ناامنی و اختلاف ایجاد می‌کنند و همینها را بهانه استمرار اشغالگری قرار می‌دهند. بیش از 60 سال است سرزمین فلسطین به عنوان جبران خسارتی که در جنگ در سرزمین اروپا دیده‌اند در اشغال رژیم غیرقانونی صهیونیستی است. مردم آن را آواره و یا تحت فشارهای سنگین نظامی و تحریم‌های اقتصادی و یا در زندان‌های مخوفند. اشغالگران حمایت و تمجید می‌شوند و مردم مظلوم مورد هجوم سیاسی و نظامی و تبلیغاتی قرار می‌گیرند. به جرم آزادی خواهی آب و برق و دارو را بر مردم فلسطین و در شهر و دیار خودشان می‌بندند و با دولت برآمده از رأی آنها مخالفت می‌کنند. جریانات تروریستی زیر سایه سیاستمداران و نظامیان قدرت‌های بزرگ سازمان می‌یابند و به جان و مال ملت‌ها تعرض می‌کنند. با اعلام قبلی صهیونیست‌های بی‌فرهنگ مردم را در خانه و شهرشان ترور می‌کنند. تروریست‌ها مدال صلح می‌گیرند و حمایت می‌شوند. از طرف دیگر عده‌ای از مردم یهودی را با تبلیغات دروغ و به بهانه رفاه و شغل و قضا از نقاط مختلف دنیا آواره کرده اند و در سرزمین اشغالی فلسطین اسکان می‌دهند. آنان را تحت سخت‌ترین محدودیت‌ها، فشار روانی و تهدید دائمی نگه می‌دارند. از بازگشت آنان به وطن اصلیشان جلوگیری می‌کنند و با زور و تبلیغ آنان را وادار به کینه‌ورزی نسبت به مردم بومی فلسطین می‌کنند. سرزمین عراق به بهانه اسقاط دیکتاتور و کشف سلاح کشتار جمعی اشغال می‌شود. دیکتاتور عراق که زمانی طولانی مورد حمایت همین اشغالگران بود می‌رود و سلاحی کشف نمی‌شود، ولی اشغالگری به بهانه‌های گوناگون هم ادامه می‌یابد. هر روز مردم کشته، زخمی و آواره می‌شوند و اشغالگران نه تنها پاسخگو و شرمنده نیستند، بلکه در گزارشی ایجاد بازار فروش سلاح را به عنوان دستاورد لشکرکشی خود معرفی می‌کنند. حتی با قانون اساسی مجلس و دولت برآمده از رأی مردم عراق نیز مقابله و مخالفت می‌کنند و در عین حال شجاعت پذیرش و اعلام شکست قطعی خود و خروج از عراق را نیز ندارند. متاسفانه شاهد این واقعیت